سلام علیکم. سلام علیکم. لالایات هستم. بخیر سیادمند. خیرتی است. بخیر هستید. آرام آرام باشید ان شاء الله. قربانتون سلامت زنده. سلامت باشید. برای ازا چی دارین؟ چی میکشین بخیر ببینید گوشنه هم هست اینا رو نخورید. لالایات قند مایچه هم است، مولنگ هم است. دیگه من یک مایچه داخل سفارش دارم، یک مایچه دو نفره 400 افغانی. آها. دیگه یک تعداد دوستا گفتن که این شاید تبلیغات باشه، دیگه باشه. نه، هر چیز از خود یک معیار داره لالایات. بله. مایچه دو نفره 400 اینه ما براتون میگیرم که چقدر است. این دوست از نیم کیلو گوشت بیشتر است، بیخی شرطی است. یک تعداد میگه شاید فهمیدی؟ بله، یک تعداد شاید میگه این نمایشی باشه. نه خیر، فهمیدی؟ این رو میبینین اینه. ما بیخی سفارشی از داخل روان میکنم لالایت اینه. برای دو نفر. برای دو نفر. فوق العاده است لالایت، فوق العاده. اینی برای دو نفر 400 افغانی. اینی از دو نفر است. این رو بگیریم. بیا طرف کامera بین. این حالی از ما کو؟ این از خدا که لالایت ما خوب فهمیدی ذوق تا خوراک تا همه پسند تو را میفهم که چی از لالایت. اوه نه دیگه ما کای تو را فراموش میکنم. دوستای نازنین جایتان خالی دیگه. ایده که بخوره امی لحظه اگر ما را میبین و گوشنه هم هستین دور از دلتان و مطمئن باشین دیگه اگر شما پیش حاج صاحب مشمت بیاین از شما هم همیگونه پذیرایی میکنم. اینی مولنگی است که لالایات برای 3 نفر است. 500 افغانی قیمتش است. 500 افغانی. شرطی است، کدام تبلیغات نیست، کدام تبلیغات باشه لالایت. پس پیش حاج صاحب مشمت نازنین و دیدار رستوران بیاین. اینمی را 3 نفره 500 افغانی جایی که 700 افغانی است نوش جان بکنید. رفتیم بخیر دیگه. خوش آمدید لالایت. نوشک جان، اشتیاق خوب براتون لالایت. رفتیم.